باز کردن از صندوق عقب مستطیلیا، شاسی رو فشار میدی داخل تا نصفه، چاقوتو میدی داخل، انقدر کج میکنه که اینجا رو خط بندازه، چیزی به نام خراب شدن نداره. انقدر کج تو این زاویه عقب جلو میکنی. اوکی؟ تو اینجا تو این زاویه بعد عقب جلو کنی. یعنی شما اگه بخوای یه بارم بذار با این نکنه فقط باید چاقو نه با هم اینم با این سیخ بیا. اوکی. برای اینکه به این صورت خودرو به شما سرقت نشن میتونین از این نوع سویچ به جای قفل‌های فشاری استفاده کنین. این یک نمونه نصب شده قسمت داخلی صندوقه. لینک سایتی که از این نوع قفل‌ها هم داره زیر همین ویدیو براتون گذاشتم.